گایز چطورید؟ خوش آمدید به یه ویدیو دیگه همراه با من. بچه امروز قراره با هم دیگه یک سری محصولات بهداشتی که مربوط میشه به روتین پوستی که هم دخترها میتونن استفاده کنن هم پسرها، از جمله خودم که پسرم رفتم آرایشگاه همون کردم، من رفتم همون از وسایل استفاده کردم، گفتن چرا که نه. باشه این ویدیو رو من قبلا واسه بچه‌های آپارات گرفته بودم، گفتن چرا که نه بیا برای بچه‌های یوتیوب عزیز بگیرم. پس بزن بریم. بچه‌ها میخوام اول از این بیس شروع کنم. البته بیس واسه میکاپه قبل از میکاپ، ولی کلا یه دونه کرم مرطوب کننده سیمپل داریم. چه من امروز؟ شما تو کامنت ها بگید چی من امروز. بچه خیلیتون میبینید مسخره شاید بکنید که آره این یارو این فقط 12 سالش اصلا میاد ویدیو مثلا روتین پوستی میگیره به ما چیز میده معرفی میکنه، یا اصلا یه همچین کسی چرا باید یوتیوب داشته باشه. اصلا من آپارات داشتم دیدم که رونقش تقریبا اوکیه، گفتم که بیام یوتیوب بزنم. من همه فعالیت کردم، این همه یوتیوبر هم توی آپارات هم توی همه بلاگرها توی یوتیوب و آپارات فعالیت دارن، گفتم منم دو جانبشم دیگه. اتفاقا توی آپارات 2 تا چنل هم دارم، ولی وقتی مثلا میره رو صورت بون نمیده، فقط روی دستتون مثلا اینجوری بوش کنید بون میده. فکر کنم من 3 هفته پیش گرفتم 384,000 تومان. خب بریم برای دست. کرم دست ویتیو همه بوهاش عالیه واقعا، میشه بوی عسل که مال صورت فکر کنم مثلاش. در کل ویتیو باشه این ویدیو اصلا تبلیغ نیست، به خاطر شما عزیزان گل دارم من این کار میکنم. چشم مو رفته بود توش. ویدیویی که با قیمت 36,000 تومان و حجمش شاید تو ویدیو کم باشه ولی خب عریضه و خیلی پرحجمه. این مطعم جوسی گریپس یا آب میوه انگوری که بوی شربته قدیمی انگور مثلا تو دهه 40-50، مثلا من تو اون دهه نبودم ولی یه همچین بویی داره فکر کنم. خب کرم مرطوب کننده صورت دوباره، کرم مرطوب کننده حلزون که این مارکش رو نمیدونم چیه خدایی. ایج 84 48 همین چیزیه که کرم حلزونه اسنیل. این بوش خوبه و تازه چسبناک‌تر هم هست. ببینید داره تموم میشه، من تموم شد که داره تموم میشه که من اینو گرفتم. کرم اضافه من که تکی تعریفی نداره، پور بلوک که الان بچه یه اوت کلون گرفتم از این مارک، بهم هدیه دادن، آنباکسینگش به زودی داخل چنل میاد. آره کرم اضافه خوبیه. بالم لبم که من چون که لبم خوش میشه و بادی اسپلش ویکتوریا سیکرت آنلی با بوی آیسلند اوی که آیسلند اوی میشه جزیره بیرون و ترکیباش هم بوی دریا، اوشن بریز و کوکونات نارگیله. یه طرفا تو فات بله این فروشنده هستم و واسه این مو هم باشه این ما رو میگه کرلی میکنه، کرلی میشه همون حالت داره کنه و من زدم بوی خیلی خوبی. یعنی بازم پاستیل داره باز ولی پاستیلش اندازه این نیست که ترکیب روغن آرگان، پروتئین ابریشم و روغن ماکادمی است. بوش دوست دارم و موها رو در یه حالت نگه میداره و کرلی رو فر میکنه، حالت دار رو فر میکنه. در کل مرسی تا اینجای ویدیو هم بودید. تمام این مسئولات پوستی همشون قابل اعتمادن. تا اینجای ویدیو هم بودید. تا ویدیو بعدی خدافظ. سابسکرایب نره.